جنت باقی آلت‌آغاج، مرکز بهداشتی و درمانی گوزن آلتای. بسیاری از حاکمان قدرتمند جهان ثروت‌های بی‌نظیر خود را برای جوان شدن قربانی کردند. اطباء و پزشکان در گذشته منبع حیات جاودانه را در مکانها و مواد مختلف جستجو کردند. رد پای این جستجوها و تحقیقات ما را به سوی یکی از قدیمی‌ترین و اسرارانگیزترین نقاط جهان، یعنی کوه‌های آلتای، راهنمون می‌سازد. ساکنان بومی منطقه مطمئن هستند که طبیعت اسرارانگیز آلتای دارای انرژی ویژه‌ای هست که بر سلامتی انسان‌ها تأثیر معجزه‌آسایی دارد. به نظر شما طبابت آلتای که افسانه‌ها در این مورد موجود هست بر چه چیزی استوار است؟ در نسخه خطی مربوط به سال 168 قبل از میلاد که در یکی از تپه‌های باستانی آلتای به دست آمده، از وان‌های مختلف بحث می‌گردد که برای این منظور از شاخ گوزن آلتای و اعضای مختلف بدن گوزن آلتای که با خون مخلوط شده محلول‌های معجزه‌آسایی تهیه می‌گردد. این وان‌ها در تداوی و درمان 52 نوع بیماری مؤثر می‌باشد. در اساطیر آلتای در مورد وان‌های معجزه‌آسایی که توسط شامان‌ها از شاخ گوزن تهیه و سوی خاقان‌ها و پادشاهان برای حفظ قدرت خود و افزایش قدرت تولید مثل خود استفاده می‌شد، اطلاعات زیادی موجود هست. اینطور که مشاهده می‌گردد این وان‌ها برای احیا و بهبود ارگانیسم و جوان شدن انسان‌ها دارای تأثیر بالایی می‌باشد که در طول اعصار هم این مسئله به اثبات رسیده است. حال از آلتای به سرزمین چون بهشت خود به آلت‌آغاج باز می‌گردیم. زیرا فقط پس از کسب اطمینان از اینکه تنها آب و هوای خزی در کشورمان برای پرورش گوزن‌های آلتای سازگار و مناسب است، تصمیم گرفتیم در اراضی مجتمع تفریحی جنت باقی اولین مزرعه پرورش گوزن آلتای را تأسیس نماییم. این هم مرکز بهداشتی درمانی گوزن آلتای هست که در نزد این مجتمع دایر می باشد. زیرساخت‌ها و تأسیسات مدرن مجتمع و مزرعه پرورش گوزن به صورت مشترک با کادر پزشکی و کارشناسان فنی مجرب دعوت شده از آلتای تأسیس شده است. مرکز بهداشتی درمانی که در منطقه به مساحت 1155 متر مربع احداث شده، روزانه قادر است برای 120 نفر خدمات پزشکی ارائه دهد. تمام پزشکان ما در آلتای در دوره آموزشی تکمیلی شرکت کردند. پس از مراجعه به مرکز بهداشتی و درمانی گوزن آلتای ثبت نام می‌کنید. پزشکان ما بعد از معاینه و آگاهی از وضعیت بیماری شما برای شما برنامه تداوی فردی با وان‌های پاند و دیگر روش‌های درمان کمکی تجویز و معین می‌کنند. گوزن‌ها هر سال یک بار شاخه‌های خود را می‌اندازند. شاخه‌ها قبل از اینکه استخوانی گردد بریده می‌شود و با روش‌های ویژه علمی و بهداشتی خشک شده و از آنها برای تهیه مواد لازم برای وان‌ها و دارو استفاده می‌گردد. در وان‌ها از شاخ گوزن که معجزه آساست استفاده می‌گردد. در ترکیب شاخ گوزن 22 نوع اسید آمینه که تاها شناخته شده و نیز نسبت مناسب مواد معدنی غنی، ترکیبات پیچیده عالی، هورمون‌ها و ویتامین‌ها که برای ارگانیسم انسان ضروری است موجود می‌باشد. نیرویی که قادر به جوانسازی ما و فعالسازی یافته‌های عصبی ما که در حال مردن می‌باشد نیز در اینجا نهفته است. بعد از برخورد آنی با پوست در سلول‌ها، فرایند احیا و جوان شدن شروع می‌گردد و به تدریج این فرایند تسریع می‌گردد. به علت آنکه شاخ گوزن غنی از آنزیم و هورمون میباشد، مواد حاصله از آن در پزشکی به صورت گسترده استفاده میگردد. وانهای شاخ گوزن در بیماریهای مختلف تجویز میگردد، به طوری که در بیماریهای قلبی و عروقی، به ویژه آترواسکلروز، اسکلروز قلبی و فشار خون ثانویه، بیماریهای سیستم اعصاب، بیماریهای عصب محیطی، دیسک کمر، التهاب اعصاب، پلی نوروپاتی، بیماری‌های دیگر جریان خون مثلا بیماری‌های عروقی، ترومبوز، انسداد کامل شریان‌های اندام تحتانی و در دیگر بیماری‌های عروقی این وانها تجویز می‌گردد. مواد حاصل از شاخ گوزن بیشتر به علت آنکه به سیستم جنسی انسان تاثیر مثبت دارد، در بیماری‌های ناشی از اختلالات هورمون‌های جنسی بیشتر تجویز می‌گردد، به طوری که در اختلالات باروری خواه در مردها و خواه در زنها و در تقویت قوای جنسی تجویز وانهای شاخ گوزن دارای تاثیر بسیار مثبتی میباشد. وانهای شاخ گوزن سیستم دفاعی بدن و قوای جنسی را تقویت، اختلالات تولید مثل زن و مرد را
درمان نموده و با برآورده کردن سوخت ساز به خلاص از چاقی کمک می‌کند که این هم از لحاظ زیبایی بسیار مهم میباشد. همچنین در جوان شدن بیماران تأثیر مثبت دارد. در فیتوسونای بخار بشکه‌ای تهیه شده از درختان سدر به مواد حاصله از شاخ گوزن و گیاهان دارویی شفابخش آلتای روغن‌های معطر شفابخش هم اضافه می‌گردد. بخار این مواد شفابخش به داخل فیتوسونای بخار بشکه‌ای تزریق می‌گردد که به راحتی جذب بدن می‌شود. این وانها سیستم عصب مرکزی را تقویت و احیا می‌نماید، استرس و خستگی مزمن را رفع می‌نماید، جریان خون را تنظیم می‌کند، خستگی ماهیچه‌ها را از بین می‌برد و سیستم دفاعی را تقویت و دارای تأثیر جوانسازی و زیباسازی می‌باشد. در مرکز بهداشتی و درمانی گوزن آلتای با استفاده از مواد حاصله از وانهای پانت و شاخ گوزن در زیبای آرایش میتوان نتایج فوق‌العاده کسب کرد. در زمینه مسائل زیبایی و آرایش و پوستی دور معاصر خانم‌های با مشکلات مختلف مواجه می‌گردند. مثلا در جوش‌های موجود در پوست، قرمزی پوست، التهاب، خشکی پوست و غیره میتوان با استفاده از وانها و ماسک‌های شاخ گوزن از این مشکلات تماما رهایی یافت. در اینجا به هیچ مورد تاکید میکنم و آن این است که شاخ گوزن به علت آنکه هیچ گونه ترکیب شیمیایی ندارد و تماما طبیعی است، عاری از مضرات و زیانهای جانبی می باشد. یکی از روش‌های درمانی در مرکز بهداشتی درمانی گوزن آلتای هم درمان با چای گیاهان دارویی و ملهم‌های عسل و تنگیه‌های ویژه میباشد. گیاهان و گل‌های شفابخش که برای هزاران بیماری مفید است، از کوه‌های قدیمی و اسرارانگیز آلتای جمع‌آوری و با روش‌های منحصر به فرد و با آنها چایی‌های ویژه تهیه می‌گردد. از قسمت‌های مختلف گوزن مواد لازم با روش‌های ویژه برای تنگیه‌های مختلف تهیه و ارگان‌های داخلی را تمیز و همراه با وانهای پانت و فیتوسونای بخار بشکه‌ای به صورت روش‌های درمان کلی تأثیر قوی دارد. اجزای اصلی تشکیل دهنده وانهای پانت شاخ گوزن می باشد. در شاخ گوزن بیش از 22 نوع اسید آمینه و عناصر دیگر وجود دارد. اگر شما از افت قابلیت کاری، ضعف جنسی، اختلالات تناسلی، بیخوابی و پایین بودن فشار خون رنج میبرید، در این صورت می توانید از ویژگی‌های درمانی وانهای پانت استفاده کنید. وانهای پانت در برخی بیماری‌ها تأثیر بسیار مثبتی از خود نشان می‌دهد که می توان به بیماری‌های زیر اشاره کرد. در استروکوندروز و دیگر بیماری‌ها به عنوان مسکن شدید و تحریک کننده خوب تأثیر مثبتی دارد. همانطور که می‌دانید در اختلالات جنسی هم این ماده تأثیر خوبی از خود نشان می‌دهد. وانهای پانت در مردها برای رفع برخی ناراحتی‌های ناشی از ضعف جنسی تأثیر مثبتی دارد و در عین حال کاملاً بی‌ضرر و طبیعی می‌باشد. در خانم‌ها هورمون‌ها را تنظیم می‌کند. در تداوی با وانهای پانت درجه حرارت حداقل 37 درجه و حداکثر 39 درجه سانتیگراد برای هر کدام از بیماران انتخاب می‌گردد. درمان با وانهای پانت حداقل 6 و حداکثر 12 جلسه در نظر گرفته می‌شود. در مجتمع تفریحی جنت باغی آلتاغاج، استخرهای سرپوشیده و باز، تلکابین، باغ وحش و برخی خدمات جالب دوره درمان را برای شما و عزیزان شما به روزهای فراموش نشدنی تبدیل خواهد کرد. فراموش نکنید که بهشت هر کس در روی زمین در کنار دوستداران و عزیزان وی می باشد. دره‌های پر از اکسیژن و هوای تمیز آلتاغاج واقع در کوهپایه‌های خیزی همراه با مجتمع تفریحی، درمانی و بهداشتی در تمام فصول سال بهشتی بی‌نظیر برای شما به ارمغان می‌آورد و منتظر شماست. مجتمع تفریحی آلتاغاج جنت باغی.